که ما یک جمعه درباره حضرت مریم صحبت داشتیم، ولیکن نه همه جانبه های حیات حضرت مریم را بیان کرده توانستگی هستیم. لیکن قصه های مریم که یگانه زنی که در قرآن ذکر شده است با نامش، در قرآن کریم نام یگان زن گرفته نشده است غیر مریم علیه السلام. 33 مراتبه الله تعالی در 30 آیت مریم را نام گرفته است. بعض علما رحمت الله علیهم میگویند که اصلا عادت عرب ها همین خیل بود که نام زنی خود را در نزد مردم نمی گرفتند. مادری فلانی، عائله من، کنایه کرده گپ میزدند. صراحتا نام زناشان را عرب ها نمی گرفتند، لیکن اگر نام کنیزک را گرفتنی شود، غلام دخترهای خود را، به یگان شرم و حیا در نزد مهمان ها و در نزد مردهای بیگانه نام کنیزک خود را می گرفتند. یعنی نام نگرفتن زنی خود در حضور مردم این یک یعنی اسلوب و عادت خوبی عرب ها بود که دلالت به احترام عائله خود و شاید یک نوع غیرت، یک نوع رشک حساب می شود که نام زنی خود را در نزد مردم نمی گرفتند. وقتی که نصارا گفتند که مریم همسر الله تعالی است، الله سبحانه و تعالی پاک است، متخذ الله من ولد، الله تعالی فرزند نگرفت، ولم تکن له صاحبه، همسر هم نداشت، نه فرزند داشت نه همسر داشت. الله تعالی پاک است از زن و فرزند، از شریک، از هم مثل، هم مانند. الله سبحانه و تعالی پاک است. وقتی که گفتند که مریم همسر الله تعالی هست، این اسلوب قرآن رد به آنها هست که اگر مریم زن الله تعالی میشد نامش نمی گرفت. وقتی که مریم بنده از بنده های الله تعالی هست نامش صراحتا گرفت. 33 مراتبه در 30 آیت الله تعالی نام مریم را در قرآن ذکر کرد که یگانه زن در قرآن است که نامش ذکر شده است. اما دیگر زنها و امرأة لوط، همسری لوط، همسری فرعون، همسری ابو لهب، یا درباره عایشه رضی الله عنها آیت ها آمد ولیکن نام ایشان گرفته نشد، صراحتا نام هاشان گرفته نمیشد، یگانه مریم ذکر شده است.